العربية بين يديك، سلسله آموزش زبان عربی، بخش اول، التحیة و التعارف، احوال پرسی و تعارف. البته در ابتدا چنانچه شما میبینین نمایش است و در اینجا عکسی را مشاهده میکنیم که احوال پرسی بین دو شخص است. شخص اول به نام خالد و شخص دوم به نام خلیل است که البته محاوره و احوال پرسی آنها چنین آغاز می شود: خالد: السلام علیکم. خلیل: و علیکم السلام. خالد: اسمی خالدون، نام من خالد است. ما اسمک؟ نام خودت چیست؟ خلیل: اسمی خلیلون، نام من خلیل است. خلیل: بخیر و الحمد لله. خالد: کیف حالک؟ خلیل: بخیر و الحمد لله. و کیف حالک انت؟ خلیل در جواب میگوید که من صحت من خوب است، الحمدلله. و حالت تو چطور است؟ خالد در جواب میگوید بخیر و الحمدلله. البته در این قطعه متوجه باشین که همیشه ضمیر مخاطب مانند ما اسمک، کیف حالک برای مذکر آخرش فتحه میه و برای مؤنث کسره میه. پس این درس دوباره بدون ترجمه تکرار میکنیم. خالدون: السلام علیکم. خلیل: و علیکم السلام. خالد: اسمی خالدون. ما اسمک؟ خلیل: اسمی خلیلون. خالد: کیف حالک؟ خلیل: بخیر و الحمد لله. و کیف حالک انت؟ خالد: بخیر و الحمد لله. بعد از این با حوار یا گفتگوی با انتقال میکنیم، چنانچه شما در عنوان میبینین که علامه چشم، گوش و علامه تکرار است. پس شما ببینید و بشنوید و تکرار کنید. در اینجا یک محاوره است بین دو خانم که البته در اینجا ضمایر اناث می آموزیم. و این محاوره بین دو خانم که اولیش خوله نام داره و دومیش خدیجه. خوله در آغاز میگه السلام علیکم. خدیجه میگه و علیکم السلام. خوله: اسمی خولتو، نام من خوله است. ما اسمک؟ نام تو چیست؟ خدیجه: اسمی خدیجتو، نام من خدیجه است. خوله: کیف حالکی؟ حالت چطور است؟ خدیجه در جواب میگوید بخیر و الحمد لله. و کیف حالکی انتی؟ ما الحمدلله بهتر و خوب هستم، حالت خودت چطور است؟ خوله در جواب میگوید بخیر و الحمد لله. چنانچه قبلا یادآور شدیم که در ضمایر مؤنث مانند ما اسمکی و حالکی دیجا کاف کسره میخوره، اما در مذکر فتحه میخوره. پس ایره متوجه باشین که هدف درس فهماندن صیغه های مذکر و مؤنث است. در صفحه بعدی متوجه میشیم که لغات در اینجا استعمال شده و همچنان باید ما ببینیم و بشنویم و تکرار کنیم. در عکس اول متوجه باشین کیف حالک، البته مذکر است پس کاف فتحه داره. در عکس پایینی
کیف حالکی مؤنث است، کسره میخوره. بعد از او عکس سوم انتی مؤنث است و عکس چهارمی انت در اینجا مذکر است. عکس پنجمی مسمک، نامت چیست؟ بالای کاف فتح است. و عکس پایینی مسموکی در زیر کاف کسره است، یعنی صیغه مؤنث است. البته خلاصه این درس است که حالک و انت و مسمک برای مذکر است که همش فتحه داره و در مؤنث میگیم حالکی، انتی، مسموکی. بعد از این با تمرین آغاز میکنیم. در تمرین شما بین جمله و رسم مناسب وصل میکنین یا خط میکشین که بین جمله و اسم پیوست شود. در جمله اول ما میخوانیم که مسموکه، مسموکه. البته اگر متوجه شده باشیم عکس پایینی محاوره بین دو مرد است، پس این صیغه مرد است، خط میکشیم از بالا به پایین. و جمله پایینی مسموکی، کاف کسره داره، صیغه مؤنث است، پس خط به طرف بالا به عکس اولی میچسبانیم. بعد از او اشاره است انتی، البته به عکس پایینی متوجه میشیم و خط به طرف پایان وصل میکنیم. انت برای مذکر است، در بالا دو عکس مرد است و ایره به طرف بالا وصل میکنیم. کیف حالک، البته صیغه است که مرد برای مرد میگوید، پس ایره به عکس پایینی وصل میکنیم. و کیف حالکی، ایره هم که صیغه مؤنث است، به عکس بالایی وصل میکنیم. تدریب دوم یا تمرین دوم، عجب. البته شما جواب بگوین. السلام علیکم، جواب در مقابلش بنویسید. دو مسموکه، سه کیف حالک، چار اسمی. البته به خط آبی صیغه های مذکر است و به خط زردگونه صیغه های مؤنث است. 5 السلام علیکم. 6 مسموکی، کیف حالکی. 8 اسمی. درس اول در همین جا به پایان رسید.